تو خیلی پول داری؟ خیلی. چقدر پول داری؟ همین الان چقدر پول داری؟ بستگی داره چقدر دوست پول داشته باشی. آها یعنی خیلی رو پول بقیه حساب میکنم. خودت یعنی پول نداری؟ کم. خیلی کم داری؟ پولات چیکار میکنی بس؟ پول ندارم. چیکار میکنی با پولات؟ من چیکار میکنم؟ میگم خیلی پول داری ولی پولا رو خرج کردی ها. چیکار کردی الان آخرین سرمایه گذاریت کجا بوده؟ من تماشاخونه هما رو زدی؟ بله. هما رو نزدم. نه تماشاخونه هما رو تأسیس کردی. من کسی رو آره تماشاخونه هما رو تأسیس کردم. خب اون یعنی خب پول در نمیاره اون خیلی باید. نه دیگه خیلی توش پول ریختم. تئاتر که پول نداره که. چرا یعنی پول نداره؟ پول باید داشته باشه یعنی بر نمیگردونه پول. نه دیگه اگه تئاتر پول داشت میکائیل شهرستانی عکس مینداخت میذاشت پوز نیست سبک زندگیمه. خودم خندم گرفت. از اول بریم. بر نمیگردونه تئاتر پولشو؟ نه دیگه تئاتر اصلا پول نداره. هیچ چی پول نداره؟ نه. تئاتر اگه پول داشت میکائیل شهرستانی عکس میذاشت میذاشت پوز نیست سبک زندگی. یه بار دیگه بریم. تئاتر پول نداره. تو فقط بگو چرا؟ من بقیش چرا؟ میکائیل شهرستانی عکس میذاشت میگم پوز نیست. پولاتو چیکار کردی؟ پولاتو چیکار کردی سام؟ تئاتر پول نداره یعنی؟ نه. یه دونه آخری. نه من بازیگرم. اولش نخندیم تمام. من بازیگرم نتونم کنترل کنم که خیلی بده. آره واقعا. تئاتر پول نداره نه؟ نه. اگه داشت چی میشد؟ میکشه.